این 4 نفر خطرناکترین دزدای دنیا. اونا از بین تماشاچی‌ها یه شماره رندوم انتخاب کرده که این شماره مال یکی از صاحبان بزرگترین بانک‌های دنیا در فرانسه بود که قرار بود اون بانک رو این 4 نفر خالی کنن. چنگیز از اون خواست که به روی استیج بیاد. وقتی صاحب بانک روی استیج اومد، اونا یک کلاه جادویی رو سرش گذاشتن که اونو از آمریکا به داخل بانکش می‌برد در کمترین زمان. چنگیز از اون خواست که کارت رو انتخاب کنه و اونو امضا کنه و با خودش داخل بانک ببره. چنگیز ازش خواست که وارد دستگاه بشه. یه دفعه خاله پری دکمه دستگاه زد و اون غیب شد. مرده وقتی چشماشو باز کردی داخل گاف صندوق بانکشه. پشماش ریخته بود. مرده که پشماش از این همه پول ریخته بود، چنگیز بهش گفت کارتی که انتخاب کردی و بنداز وسط پولا. چنگیز ازش خواست که دکمه بغل کلاه جادویی بزنه که یه دفعه تمام پولات توسط هواکش به بالا کشیده شدن و روی سر تمام تماشاگرها ریخته شدن. وقتی مدیر بانک در گاف صندوقو باز کرد، اثری از پولا نبود، فقط اون کارتی که چنگیز به صاحب بانک داده بود اونجا. پلیسا ریختن تو خونشون. چنگیز و دار و دسته‌شو گرفتن، اما چون هیچ مدرکی نداشتن که این دزدی و دار و دسته چنگیز انجام داده، اونا رو سریعا آزاد کردن. پلیسا که گیج شده بودن برای فهمیدن داستان رفتن پیش بزرگترین جادوگر شهر، محمد سامورایی. محمد سامورایی اونا رو به محل اجرای برنامه برده. کلاه جادویی رو سر پلیس گذاشت چون می‌خواست اونا به داخل بانک ببره. پلیس پشماش ریخته بود که یه دفعه محمد سامورایی از در پشتی وارد گاف صندوق شد. محمد سامورایی به اونا میگه که این یه حقه قدیمی بوده. اونا زیر صحنه گاف صندوق تقلبی درست میکنن. از قبل در پاریس پولای تقلبی یا با اسب جابجا میکنن. محمد سامورایی میگه جنس پولای تقلبی طوری بوده که با کوچکترین حرارت آتش میگرفتن و بدون دود و خاکستر محو میشدن. واسه همین در گاف صندوق اصلی اثری از هیچ پولی نبود. اونا برای اینکه سر تماشاگرها رو شیره بمالن به اونا گفتن یک شماره انتخاب کنن، اما شماره اصلی تو دست خودشون بود که اون شماره مال صاحب بانک بود.